عروسی تموم شد. شب همه به سلامتی رفتن خونه. داماد صبح زود رفت در خونه پدرزن، زنگ زد و پدرزن اومد دم در گفت داماد جان سلام. داماد گفت سلام بی سلام، این زن بود به من دادی؟ پدرزن گفتش که پس مرد بود. گفت نخیر این بغل مردم خوابیده. گفت پس میخواستی بغل پدرش بخوابه؟ گفت آخه میخوام بگم که چجوری بگم این پرده نداشت. گفت نداشت که نداشت، عوضش رادیو داشت، ماشین داشت، مبل داشت. گفت عجب آدمیه این پدرزن. آقا جان این میخواستم بگم که باکره نبود. گفت آو تمام عصبانیت اینه که صبح زود آمدی، این ارسی مادرش هم نبود. توی کلانتری آذربایجان یه دوستی رفتی که رفیقش نشسته، گفتش محمد آقا چی اینجا نشستی؟ گفت والا صبح تا من آمدم گواهینامه بگیرم، من معطل کردم. گفت آخه چرا معطل کردم؟ گفت که والا جناب سروان گفت بزن یک، بزن دو، بزن سه، ما زدیم. آقا گفت بزن چنار. اتفاقا آقا من دیدم یه چنار اونجا بود بی چه کلوفتی، قایم کوبیدم به چنار. بعد ساکت شد. رفیقش گفت آقا بعد چی شد؟ گفت والا جناب سروان که مرد، اما من نفهمیدم، قبول شدم رفوزه شدم، هنوز جواب ندادم. توی اسپانیا میگن این هموطنانی که اونجا هستن منتظر ویزا بودن، خب بیزنس هم باز کرده بودن. یکی از ارامنه اونجا جیادل قلبه‌ای باز کرده بود و یه جاهلی هم دائم مشتری هر روزش بود، میرفت 2 تا دنبلان درشت میخورد. یه روز این جاهله که میره دنبلان بخوره میبینی که 2 تا دنبلان کوچیک به این دادن. جاهله میگه که آنبارسون ما رو نشناختی، این دنبلان چیه به این کوچیکی؟ گفت شناختم، من تقصیر ندارم، هر روز که به دنبلان بزرگ میدادم این استادیوم گاو بازی یارو ماتادور میزد گاو میکش، اما امروز اتفاق جدید افتاده، گاو زده گاو باز. بله میگن توی قزوین اینجا قدیمیه ولی میگم، گفت که توی قزوین داشتن توی سیاه زمستون یه گربه رو میشستن، یارو رسید گفت دادا جان این گربه رو میشوری سر زیای زمستونی سرما میخوره سینه پله میکند. گفت برو بابا خداوند پالتو بیستا پس واسه چی داد دست اینا؟ پالتو بیستا داد دست که سرما نخورندیه. گفت حالا ببین. اتفاقا میره و بعد میگرده ببینه بله گربه اونجا دراز به دراز مرده. گفت نگفتم که سینه پله میکند میمیرن. یارو قزوینی میگه اشستن نمر که بابا چلاندیمش مرد. بله یه ترکی اسکناس جعلی چاپ میکنه، میفته تو زندان. توی اتاق که میره یه نفر دیگر هم میبینه اونجا نشسته، همدیگر رو نگاه میکنن و ترکی میگه سلام علیکم، اسمونم میگه سلام علیکم. ترکی میگه شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت ما اسکناس جعلی چاپ کردیم 4 سال بعد ما رو گرفتن، شما چطور شد زندان افتادی؟ گفت والا منم جعلی چاپ کردم 30 دقیقه بعد ما رو گرفتن انداختن زندان. گفت چطور شد شما رو 3 دقیقه بعد گرفتن؟ گفت آخه من اسکناس 7 تومانی چاپ کرده بودم. یه رشتی با دوستش داشته میرفته، دوستش هم ترک بوده، میگه که اینجا واسه من برم منزل یه سری بزنم و برگردم. میره تو میاد و قیافه عصبانی. دوستش میگه چی شد حسینا؟ چرا عصبانی هستی؟ گفت چی دیگه بنده رفتم منزل دیدم مرتکه نرخار رو تخت خواب خوابیده. رفیقش میگه نداده بکشی؟ گفت مگه هر شب میشه تو رشت آدم کش. یه نفر داشت تو بازار نهار میخورد، نهارم کتلت داشت، سفرش باز کرده بود، داشت که میخورد دید که یکی از دوستانش که خیلی شیکموه داره میاد. دیده ای دادی بیداد اگه به این تعارف کنه کتلت ها همه از بین رفته. یه فکری میکنه و میگه که آقا یعقوب، میگه جونم، میگه کتلت یه شب مونده میخوری؟ میگه خواره. میگه بس برو فردا شب بیا. توی اصفهان پشت چراغ قرمز یه خانومی ایستاده بود، چراغ سبز میشد، زرد میشد، قرمز میشد، حرکت نمیکرد، دوباره قرمز میشد، سبز میشد، زرد میشد، حرکت. پاسبان میبینه این خانم اصلا حرکت نمیکنه، میره میزنه به شیشه. خانم شیشه رو میکشه پایین و میگه خیلی معذرت میخوام خانم،
این رنگا پسندتون نشد، ما رنگی دیگه نداریم و معطل نشید. این جوانایی که اومدن توی کشورهای مختلف خب تحصیل کردن، درس خوندن، به سلامتی همشون برگشتن. یکی از اینا برگشته بود ایران، پدرش جشنی گرفته بود و وقتی که جشن گرفت پدرش گفت خب حالا چی برگشتی به سلامتی، اما نگفتی که چی گرفتی آمدی؟ پسرش گفت که والا من PhD گرفتم. پدر گفت چی PhD گرفتی؟ گفت PhD گرفتم. گفت والا حالا گرفتی به درک، اما من نفهمیدم تو فهمیدی که این لوازم یدکیش پیدا نیست؟ بله، یکی از خانمای پیرزنی سوار تاکسی میشه تو تهران، تاکسی هم از اون جاهلا میگه که پیرزنه میگه که بارو نه. جاهلا میگه که کجا نه؟ گفت چه میدونم دیگه، جنگل، بیابون، کوه. گفت اینا که آدرس نشد، آدرس بده. گفت آدرس چیه؟ پس چی میگن جناری میدوزم میبرم بیابون؟ شوفر میگه که نه اینا شایعه. گفت الهی مردشو ریخته که ببرم، به ما که رسی شایعه شد. بچه میره مدرسه، دیر میرسه، ناظم با چوب تو راهرو ایستاده بود. بچه هر تا میبینه میاد جلو میگه کجا بودی؟ میگه آقا پیرزنه پولش گم کرده بود، ما دیل کردیم. خب پولش گم کرده بود به تو چه مربوطه؟ گفت آقا پای ما رو پول بود، ما نمیتونستیم در ارتش کنفرانسی بود و همه داشتن میرفتن تو سالن و یکی از آقایون افسرها دیر میرسه دم در، یه سرباز ترک هم دم در ایستاده بود و از این سرباز میپرسه که کنفرانس در چه موردیه در سالن؟ این سرباز هم که در مورد رادیواکتیویته که کنفرانس بوده چیزی نمیدونسته، یه خود فکر میکنه، میگه والا جناب سرباز مثل این که تو این سالن به افسران اکتیو یه دونه رادیو میدن. بحث بود، دوستان با هم نشسته بودن، یکی از رشتی ها در مورد بارندگی بحث بود. رشتی میگه که والا در رشت ما 13 ماه بارندگی داریم. گفت بابا آخه تا دروغ میگی، دروغ حسابی. گفت همش سال 12 ماه، تو چه سال 13 ماه بارندگی داری؟ گفت والا 12 ماه بارندگی داریم، یه ما هم چکه میکنیم. هواپیمای ملی با عظمتش، با اون قشنگیش پرواز کرد. خلبان ایرانی، کمک خلبان ایرانی، مهماندار ایرانی، همه نشسته بودن به شادی پرواز کردن. خب کمک خلبان همه ایرانی شوخی داشتن با هم. خلبان بلند شد وقتی ارتفاع رو گرفت، گفت خب مسعود ارتفاع رو گرفتیم و به سلامتی من فرمون قفل کنم و برم بشاشم و بیام یک حسابی از این مهماندار برسم. اتفاقا صدا تو سالن پخش شد، این بیچاره مهماندار از ته سالن دوید که تو کابین بگه چه شوخی تو داری میکنی، پاش گرفت بغل یه پیرزن خورد زمین. یهو پیرزنه گفت نه عجله نکن، گفت اول میرم میشاشم. در مراسم ختمی یک آقایی که نشسته بود ترک بود، هی این ور اون ور نگاه میکرد. بعد رفیقش گفتش که چیه این ور اون ور نگاه میکنه؟ گفت والا اون مرحومو من نمیبینم اینجا. یه آمریکایی رو آورده بودن اصفهان، خب یه مقدارم فارسی بلد بود، اومده بود سیرک داشت در آمریکا، اومده بود از اصفهان دیدن کنه. بردنش بازار اصفهان بهش نشون بدن، رسیدن به بازار مسکرا. در همین حین که دیدن میکردن، این بچهای کوچیک هم تو بازار مسکرا کاسه های کوچیک رو گذاشته بودن وسط پاشون، با این چکشا میزدن. یک مرتبه یه بچه 16-17 ساله بلند میشه 3-4 تا ملق میزنه و بالانس میزنه وامیسه. آمریکایی میگه بسیار بسیار قشنگ بود، من این را دوست دارم ببرم آمریکا و مایی $5,000 میدم. اسفونی میره جلو و میگه که تبریک عرض میکنم، اسمت چیه؟ گفت اسم من چیه تبریک میخوای بگی؟ گفت والا این آقا آمریکایی خوشش اومده شماره ببره آمریکا، مایی $5,000 هم بده، نونت تو سکه است. این ملقی که زدی خیلی خوشش اومده. گفت والا این ملقی که من زدم اگه مایی $50,000 دیگه بده، من حاضر نیستم یه دفعه دیگه چکشه بزنم به تخمم.
یه پسر و دختر رشتی که مدت‌ها عاشق و معشوق بودن میان از شهر بیرون و پسره میگه الهی من که تصدق بشم، آخه من کی به وصال تو برسم، من که مردم. دختره میگه خود تقصیر توی دیگه، نه جا داری نه مکان داری، آخه چیکار گو خب من چیکار کنم، من تقصیر دارم ولی خب عشق این حرفا نمیفهمم. اما ببین الان من چی میگم. دختره گفت چی میگی؟ گفت ببین این کامیون تریلی 18 چرخی که اینجا واسده میریم زیر این یه دوتا مچبوسه میکنیم. دخترم موافقت میکنه، میرن زیر کامیون. دیگه وقت چطور میگذره یک دفعه متوجه میشه پسره که بغل پاش 2 پوتینه. سرش بالا میکنه میبینه یک ژاندارم با تفنگ ایستاده. به دختره میگه هیچی نگو جوابش میدم. ژاندارمه میگه که اینجا چیکار میکنن آقایان خانم؟ میگه والا چشمت مگه کوره نمیبینی؟ من دارم کامیون تعمیر میکنم. خب کامیون تعمیر میکنی؟ اولا کسی که کامیون تعمیر میکنه کتش در میاره نه شلوارشه. دوم این که کسی کامیون تعمیر میکنه تاغواز میخوابه نه دمارو. سوم این که جک سربالا میزنه نه سرازی. چهارم این که کامیون یه ساعت رفته من نمیدونم تو کدام کامیونه در این جمعه. یه همشهری آذربایجانی مست میره خونش و انقدر آبجو خورده بود خلاصه هی گرفتار توالت میشه تا صبح. چند مرتبه میره توالت و صبح که بلند میشه به خانمش میگه خانم دیشب معجزه شد. خانمش میگه چی شد؟ گفت دیشب که من آبجو خورده بودم هی رفتم مستراح در چشیدم چراغ روشن شد، وقتی شارم کردم در بستم چراغ خاموش شد، هی دوباره رفتم در چشیدم روشن شد. خلاصه خانمش میگه باز رفتی توی یخچال شاشیدی. یکی از هموطنا توی این گیردار تلفن میکنه به ایران. بعد از مدت‌ها ایران میگیره میگه الو من میخواستم با میزی یعقوب صحبت کنم. گفت جونم خودمم. گفت قربونت برم حالت چطوره؟ گفت والله شکر. گفت والله اگه ممکنه یه $30,000 از پولای خودم حواله کن برام بیاد. گفت صدات نمیاد والله. گفت $30,000 از پولای خودم حواله کن برای خودم بیاد. گفت والله صدات نمیشنم. گفت $30,000 پول. خانم تلفن چی که ناراحت میشه میاد وسط تلفن میگه آقا من کری نمیشنم چی میگه. گفت والله من که کرم نمیشنم، تا اگه میفهمی $30,000 واسش حواله کن بره. در قزوین کلاس بهداشت بود برای بزرگسالان، همون اکابر که میگفتن. بله یک جوانی اومد درس بهداشت میداد، میگفت آقایون باید نظافت رو مراعات کنید، خیلی خیلی باید توجه کنید، لااقل روزی یه دفعه خودتون بشورین. و همجور که داشت از نظافت صحبت میکرد اتفاقا دید که یه گربه اون گوشه اتاقه و داره خودش میلیسه با زبونش ته خودش هم پاک میکنه. خب ببینید شما باید از این گربه حتی یاد بگیرین، ببینید این نظافت رو چجور مراعات میکنه. یکی از شاگردات تای کلاس پیری بوده بلند میشه میگه جناب استاد ببخشید انا، نه اینکه دل من نخواد رعایت نکنیم، نه اینکه دل من نخواد بهداشت نداشته باشیم، عقل من مرسد زبان من به کان من نمیرسد. یه دوست ارمنی میره پیش دکتر میگه آی دکتر من میخوام اخته بشم. دکتر میگه عزیزم شما جوون هستی این کار نکن. میگه نه من همه فکرامو کردم خیلی هم دوست دارم میخوام اخته بشم. میگه قربون این کار نکن پشیمون میشی. میگه نه من مینویسم. خلاص دکتر میبینه خیلی اصرار داره این کار انجام میده. بعد میره بیمارستان که میخوابه میبینه یه بچه کوچیکی لنگ دور خودش بسته. میگه پسر تو چی شدی؟ بچه میگه من ختنه شدم. گفت وای خاک به سرم، من میخواستم ختنه بشم. گفتم یه ترک همشهری ترکی میره به رشت، منزل دوستش وارد میشه، میگه که والا خیلی دوست داشتم که ببینمت اما خیلی هم دلم میخواد که جنگل هم ببینم. باشه او کاری نداره بفرما بریم بالکن میالم بهت نشون بدم. میبرتش بالا و میگه بفرما این جنگل. ترکی یه خورده نگاه میکنه و میگه که والا این درخت هم نمیذاره که آدم جنگل ببینه. ماشین از رشت حرکت میکنه. 2 نفر رو صندلی نشسته بودن. نفر اول به دوستش میگه که تهران رسیدیم دیگه خیلی باید مواظب باشی، تهران مثل رشت نیست، با جنبی گم شدی.
اتفاقا میرسن 24 اسفند میرسن و میرن غذایی میخورن و دور میزنن. اتفاقا رفیق شیبونی از بخت بد گم میشه میگه دیدی چه خاکی به سرم شد، این به من گفت یه گم میشی، بالاخره من گم میشم. اما من الان میرم پیش این پاسبانی سوال میکنم. میره پیش پاسبانی میگه سرکار جان خیلی معذرت میخوام، یه نفر آدم بدون بنده ندیدین؟ یه همشهری آذربایجانی را پشت بوم برق پر میکنه، 3 طبقه بود، حیوانی همینجور که عقب میرفت افتاد تو خیابون و بلند شد، خودش تکون دادن، مردم دورش جمع شدن، این هم که سرش بلند کرد. یه خانمی گفتش که خیلی معذرت میخوام چی شده؟ گفت والله منم تازه رسیدم نمیدونم چی شده. دو نفر جایی رفتن توی یه رستوران، بعد صاحب رستوران یه ارمنی بود و گفت که همبرسون غذا چی داری؟ گفت والا راگو، ژیگو، ژاگو. گفت واه اینا همش که چیز داره آخرش. گفت نه شاشلیک هم هست. کلاس دوم دبستان بود، موضوع انشاء تابستان را چگونه گذراندیم و نتیجه اون چه بود. بچه ها انشاء نوشتن. خانم معلم نفر اول صدا کرد گفت هوشنگ بخون انشاء تو. گفت من و مادر و پدرم به لب دریا رفتیم، در اونجا هوای دریا و جنگل بسیار خوب بود و تابستان را بسیار خوش گذراندیم. از این انشاء نتیجه میگیریم که آب و هوای جنگل و دریا برای بدن انسان بسیار مفید است. گفتم بفرمایید بشینید. نفر دوم احمد بود. گفتن احمد تو برو. گفت که من و مادرم و پدرم به اروپا رفتیم. پدرم میگفت که آثار باستانی هر کشور نمودار تمدن اون کشور است، بنابراین هر کشوری که آثار باستانی دارد تمدن بیشتری دارد. گفتن براو شما بروشین. نفر سوم حسن بود. گفت حسن بیا انشاء بخون. گفت من و مادرم به آبادان رفتیم، هوشنگ خان جلوی هواپیمای ما آمد، ما را به هتل برد و 1 هفته اونجا بودیم با مامانم. هی برای من اسباب بازی می‌خرید، هی به من و مامانم محبت می‌کرد. بعد از اونجا یه تلفن کردیم، سوار شدیم با هواپیما رفتیم شیراز هم خسرو خان خیلی خوشگل بود، اومد جلو ما رو برد هتل. خیلی به من و مامانم محبت، مال میدید داره گندش در میاد. گفت برو آقا جان بشین. بچه‌ها یهو نق زدن که بشین. چیه؟ و دختر خانم جان هرچشم خانم خیال کرد این بچه‌ها چیزی نفهمیدن. از بچه‌ها پرسید که شما از این انشاء چیزی فهمیدین؟ همه گفتن بله. گفتن از نتیجهش هم چیزی فهمیدین؟ گفت بله. گفتن نتیجهش چی بود؟ گفت از این انشاء نتیجه می‌بینی که مادر حسنی زنده. شب عید بود، یه رشتی در اصفهان رفت پارچه بخره. گفت خیلی معذرت میخوام پارچه جوندر دارین؟ اسفونه گفت خب بله ما همه جور پارچه داریم. قواره اول وا کرد، این رشتی تکون داد، گفت جوندرتر خواهش کنید. 2 قواره 3 قواره 20 قواره رو این هی وا کرد. این رشتی گفت جوندرتر. اسفونی عصبانیشون گفت ممکنه فضولت هم بپرسم واسه چه کاری میخواستین؟ رشتی گفت بله برای زیر شلواری میخواستم. اسمونی میگه لطفا همینه ببرین، قول میدم چیزتون بارشید این پارچه خودم. اینجا که شیرازی از شیراز قشنگ، دانشمندا شوهرهای خوبش. بله گفت که در شیراز خانومی میره منزل دوستش، میبینه که دوستش داره اتاق درست میکنه و تخت‌ها رو جابجا میکنه. میگه وای منظر جون چرا اتاق اینجوری کردی؟ گفت چجوری کردم؟ گفت که این تخت چرا جدا کردی؟ تخت حاج آقا رو گذاشتی او سر اتاق، تخت خودت گذاشتی این طرف اتاق. گفت که خب چی میشه مگه؟ گفت والله اگه حاج آقا میلش به شما بکشه خب چی میشه؟ گفت والله اگه حاج آقا میلش به ما بکشه شافتک میزنه ما شرفیاب میشیم. گفت خب من جان اگه شما میلتون با حاج آقا کشید چی میشه؟ گفت والله ما چی بگیم، ولی اگه میلمون بکشه کاسه رو میزنیم به کوزه و کوزه رو میزنیم به کاسه، میگیم حاج آقا شما بودین شافتک زدین. یه ده نشستودن بحث میکردن روی اسامی. یه ده میگفتن که آقا این اسامی ارامنه
هیچ متوجه شدین آخرش اکثرش یان داره، مثل رستمیان، گریگوریان، آوانسیان. یه همشهری ترک هم اونجا بود، خواست اظهار نظر کنه، گفت والا اسامی شوروی هم توجه بکنی به اوف ختم میشه، مثل کاسگین. معلومه کجاش اوف. یه دونه رشتی میاد توی میدون 24 اسفند، اتوبوس نگاه میکنه، اتوبوس 2 طبقه اومده بود، تازه ندیده بود و خلاصه سوال میکنه که میگه خیلی معذرت میخوام این اتوبوس کجا میره؟ شاشورا میگفت میره میدون فوزیه. یه خورده اتوبوس نگاه کرد و خط قواره اتوبوسی دید و گفت معذرت میخوام طبقه دومش کجا میره؟ جاهل خیال شد اینقدر مسخرهش کنه، گفت میره به هر چی بدتر مادرت. رشتیه گفت که جان من شرکت واحد اونجا هم خده. یه خانم تهرونی نصف شب تلفن میکنه به آقای دکتر که آقای دکتر خواهش میکنم بدوین بجنبین، شوهرم از دست رفت. خلاصه بیچاره دکتر نمیدونه چجوری خودش برسونه. بعد که ویزیت میکنه به خانم میگه خانم ما دکترها هم مثل شما هستیم، اعصاب داریم، خواهش میکنم وقتی تلفن میکنین یه خود آرامتر یا خود صحبت کوتاه‌تر بکنیم، بالاخره ما خودمون تصادف میکنیم خدا نکرده. گفت چشم آقای دکتر معذرت میخوام این دفعه. چند روز میگذره و خانم تلفن میکنه آقای دکتر سلام، حال شما چطوره؟ قربونتون برم دکتر جان، خیلی معذرت میخوام اگه وقت کردین تشریف بیارین منزل ما، شوهر من یه خورده مرده. یه همشهری آذربایجانی رفت تو این کیوسک تلفن، نمره هم رو دستش نوشته بود و خلاصه گرفت شماره رو، گفت الو اینجا کجاست؟ یارو بیچاره از اون گفت کجا رو میخوان آقا؟ گفت اینجا کجاست؟ گفت آخه کجا رو گرفتین؟ گفت حجره از محمد آقای توکلی. گفت اشتباه سایدان. گفت اگه اشتباه بچه را گروم ساخت تو گوشی رو برده. یه هموطن رشید رفت استخدام بشه، خب اینجا میگن اپلیکیشن، نمیدونم اونجا میگفتن فرم، بالاخره یه فرمی جلوش گذاشتن که این پر کنه. یه قسمت فرم نوشته بود که لطفاً در این قسمت چیزی ننویسیم. ایشون نوشت ای بچه. بله یه ترکی رفتم پستخونه نامه بنویسه، گفت والله یه دونه نامه بنویس تهران، چه از تهران بنویس به وطن، به همشهری ما، که من مادرم بنویس که چقدر بدبخت شدم، چقدر بیچاره شدم، من آمدم افتادم اینجا زندان، از طبقه 4 افتادم پایین، دست پام شیچ است. خلاصه روز خوش ندیدم. بیچاره شروع کرد نوشتن و اینا. بعد گفت ممکنه که خواهش کنم یه دفعه بخوانین. بیچاره نامه نویسه شروع کرد خوندن، این شروع کرد زار زدن. نام نویسی گفت که والا اینا همونایی بود که خود شما گفتین من نوشتم. گفت بله والا من میدانستم بیچارم ولی نمیدانستم اینقدر. بله شب عروسی بود و داماد رفت تو هجله. خب داماد رشتی بود و همه منتظر بودن پشت در که کار تموم بشه و تبریک بگن. بعد از 2 ساعت از در اومد بیرون عرق ریزن، گفت تبریک تبریک. گفت چه تبریکی؟ این کار یه نفر و یه شب نیست. بله در اصفهان میگن که خب مرسوم این بچه‌های کوچیک 2-3 ساله رو میندازن بالا، هی ناز میدن. یه خانم اصفهانی هم بچه لختشه تو بالکن مینداخت بالا و هی ناز میداد. ببخشید هی میگفت که این دودولت 100 تومنه، این دودولت 200 تومن، این دودولت 300 تومن. یه جاهلی هم که اون پایین همسایه بود دیپش میگیشه پایین و میگه خانم خیلی معذرت میخوام شما که مزن دستتون است ممکنه بفهمید. در قزوین سپاه دانش داشت درس میداد برای بزرگسالان کلاس اکابر، درس حساب. گفت 2 تا، همه نگاه میکردن. گفت 3 تا، همه نگاه میکردن. گفت 2 5 تا. گفت عزیزم 2 تا خب 4 تا میشه، 3 تا 6 تا میشه، شما آخه چطور توجه نمیکنی؟ آقا شغل شما چیه؟ گفت نوکرت میوه فروش است.
گفت عزیزم 2 پرتقال با 2 پرتقال چی میشه؟ گفت 2 پرتقال 2 نوک زبونم هست افتاد زمین. نه گفت خب میشه 4 تا دیگه نوک زبونم. به دومی گفت که حرفه شما چیه؟ گفت نوکرتن قصاب است. گفت خب شما که قصاب هستین 1 رون با 1 رون چی میشه؟ گفت 1 رون با 1 رون میشه 1 چون. بیادبی شد. ببخش والا جای این لغت نمیشد چیزی دیگه بذاریم. معذرت میخوام. توی یه جاده داشتن جاده سازی میکردن، جاده رو داشتن میکندن. یک سرعمله ترک خیلی خوب و گردن کلوف اومد دید کنترل کنه این عمله ها رو. کاشی هم عمله بود کمکاری میکرد. اومد بالا سرش و گفتش که تزول. این بیچاره کاشی هم که زبون بلد نبود خیال کرد تزول فوشه. گفت نمی تزول ما نخواهم تزولید، به تزول پدرت هم تزولید. بله خیال کرد تزول یعنی زود باش. بله یه هموطن لورم برای فامیلش 2 بوقلمون گرفت و بیاد سوار قطار بشه و اینو طبق رسوم بیاره براشون کادو بکنه بیاره تهران. در ایستگاه قطار میگن که بردن بوقلمون در قطار مسافربری ممنوع. این بیچاره خیلی ناراحت میشه و خیلی دلش میخواست که این بوقلمون رو ببره تهران. فکری به سرش میرسه، میگه خب من یه بوقلمون رو ول میکنم، یکی دیگه‌ش هم میذارم. یه پاچه گشادی داشت، گفت میذارم تو این پاچه گشادم هر طور شده من اینو میرسونم تهران. همین کارو میکنه، میاد تو کوپه مسافربری میشینه، ولی واسه اینکه این به اصطلاح بوقلمون خفه نشه زیپ جلو این قسمت جلوشو باز میکنه، این سر بوقلمون رو میذاره بیرون. این سفره نون پنیر انگورش هم پهن میکنه خوردن. خب این بوقلمون هم به تب شروع میکنه با این نون پنیر ترش زدن. باز رسه قطار در با هم میکنه، میگه کنترل. تا این نگاه میکنه قش میکنه از عقب. میان شونه اینه میمالن، میگن آقا چی شد؟ گفت والا من 20 سال قطار رو کنترل میکنم آقا، من تا الان ندیدم که چیز آدمیزاد نون پنیر انگور. بله گفت که توی آذربایجان یه نفر واسطه بود دید که